چارواپروران سوخت در آستانه سال 2021 که از روی مچل سال گاو است، نمونه بهترین گاوهای خوشزاد را به نمایش گذاشتند. این گاوهای خوشزاد را چند سال پیش از کشورهای اروپایی آورده و به اقلیم تاجیکستان مطابق گرداندند. بختیار رحمانوف، رهبر فرمه چارواپروری، به نمایشگاه گاوهایی را آورد که نسبت به حیوانهای کلان شاخدار دیگران عظیم جثه و گران وزن بودند. او سال 2015 بیشتر از 100 سر ذات این گاوها را از آلمان به تاجیکستان وارد کرده و حالا شمارش را به 400 عدد رسانده است. حجمش وقتی تولد شدن از 45 کیلو میشه، تمامی یک سال با 500 کیلو میشه، بعضی هاشون تا 700 کیلو میشه. رکوردی بلندیش تا 1 تن 700 کیلو میشه. این گاو 1 تن 700 کیلو میشه. اگه وی زیاده 3 سال 3.5 سال باید پرورش کردن دکار. حاضرش بود 1 تن 50 کیلو گاوی جوشایی، 1 تن 100 کیلو نوز اینجا آوردگی نیست. نوزی 1 ساله دیگه آوردگی. بختیار رحمانوف میگوید این ذاتها از نگاه سیرگوشتی و شیردهی در جهان بهترین شناخته شده است و حالا در مناطق گوناگون تاجیکستان پرورش میشوند. و گفته وی هرچند به بیماری های سرایتی طاقت فرساست، این نمود چاروای خانگی در سال پاندمی کرونا ویروس به مشکلی های دیگر دچار شده است. حسابی کم حاصلی خشکسالی کم آبی بودن، کمتر کم حاصلی شد. اینه گفتن در کار اولی بار سال تنقیصی کشتیم آب همه حاصلات دیر شد. لیکن برای سلامتی گاو گوییم که برای سلامتی گاو، برای تولدش، برای زیست زندگانی گاو یگان خیلی این پاندمی تاثیر رساندگیش نیست. سید خواجه مظفروف، چارواپرور از شهر اصفهان نیز به این نمایشگاه گاوهای فرانسوی خود را آورد. او همراه برادرانش حالا 40 سر ذات این حیوان خانگی را پرورش میکنند که در وزن و اندازه شبیه گاوهای آلمانی هستند. تقریبا 1 سالش این بقای کلان است که 1 سالش 600 کیلو وزن دارد. از همه کلان حجمش از همه کلان حجمش تقریبا 1000 کیلو وزن دارد. خودمو ذات گرفته خودمو پرورش میکنیم که اولش از فرانسه می آمد. حاضر 3 سال آخر خودمو از ذات گرفته پرورش کردیم. نمایش گاوهای سیروزن در حالی است که ساکنان سال گذشته بارها از گرانشوی نرخ گوشت شکایت کردند. نرخ این محصولات در دکانهای گوشت فروشی از 5 تا 10 سامانی گران شد. سوداگران سبب بالاشوی قیمت گوشت را به کمچینی گاوها در بازار و قیمتی علف و کنجوره ربط می‌دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.